سلام، شبتون بخیر. دکتر جعفرزاده هستم. امشب میخوام در مورد میزان استفاده از قطره عاده توی بچه ها، توی شیرخواران صحبت کنم. امروز یه مراجعه داشتیم، نوزادش دنیا اومده بود، 3 روزش بود. سوالش این بود که آیا من قطره عاده برای نوزاد 3 روزم استفاده کنم یا نه. ببینید، قطره عاده توی ایران توصیه شدهش اینه که از 15 روزگی برای بچه ها شروع بشه و تا 2 سالگی ادامه پیدا کنه. چقدر؟ برخی از منابع میگن 20 قطره، بعضی میگن 25 قطره در روز قطره عاده به بچه ها داده بشه. قطره عاده که داخل مراکز بهداشتی هست یا از داروخونه ها گرفته میشه برای نوزادان تا 2 سالگی، شیرخواران تا 2 سالگی، حاوی 1500 واحد ویتامین آ و 400 واحد ویتامین دی هست. توی خیلی از مولتی ویتامین هایی که برای بچه ها داده میشه نگاه کنید، ببینید ویتامین آ نوشته 1500 واحد و ویتامین دی 400 واحد. روزی 20 تا 25 قطره میتونیم به بچه هامون بدیم تا 2 سالگی اینو ادامه بدیم و بعدش در واقع دوزشو بیشتر بکنیم. انشالله موفق و پیروز باشید.